سلام دوستای عزیز و بی‌نهایت مهربان، خوش آمدین به یکی از ولاگ های دیگه ما. دوستای عزیز ما لطفاً چینل ما سابسکرایب کنین و از ما حمایت کنین. به این ویدیوی زیبا ما به شما کابل زیبا را نشان میدم که ما بخیر به افطاری به یکی از رستوران های زیبای کابل میریم که امیدوار هستم شما را خوشتون بیاید و ببینید که کابل چقدر پیشرفت کرده، چقدر رستوران های شیک، مناطق زیبا، آپارتمان های شیک درست شده. برعکسی که به اخبار میگن یعنی کابل جای قشنگی نیست، برعکس کابل بسیار زیبا شده و بسیار زحمت کشیدن. خب کم سختی که هست به خاطر نظام جدید، ولی در کل جای زیبایی هست که شما میتونین امروی خانواده‌تون برین و لذت ببرین. این رستوران هم که شما میبینین به نام نمک هست که شارنه موقعیت داره، یکی از رستوران های زیبا و شیک کابل است که واقعا سیستم و پرسنلش بسیار خوب بود، بسیار غذای خوشمزه داشت، واقعا من بسیار خوشم آمد، بسیار تمیز و پاک بود و طفلا محیط بسیار خوبی داره که طفلای عزیز برن بازی کنن و در محیط هم از غذای خوشمزه لذت ببرن و هم از بازیشان. حالا دیگه وقت افطار است، ما بخیر میخواییم غذای خودمون رو جان کنیم و به خانواده قشنگ ما اومدیم. همگی ما به افطاری و یک افطاری بسیار خوشمزه بود، همه چیز فوق‌العاده بود و با شما دوستا دعوت میکنم حتما به رستوران برگرین که کابل آمدین و کبابش و غذای دیگهش تمامی بسیار عالی بود. و یه هم قسمت بیرونی رستوران زیبا بود که به قسمت بیرونیش هم فضای داره به خاطر نشستن که بخصوص وقت تابستان اکثر مردم میبینن و یه هم تمام رستوران هست که خودشون پارکینگ دارن، پارکینگ رایگان، میتونین هم به موترتون وقت آمدین از پارکینگ استفاده کنین و اینجا غرفه‌های بسیار زیبا داره که میتونین غذا نوش جان کنین، چای هم روی خانواده‌تون. البته بیشتری به فصل تابستان است چون ما با فصل تقریبا نزدیک بهار است ولی بازم سرد است کابل، مردم اکثرا در داخل میشینن. و یه قسمت بسیار زیبایی دیگهش بود، هم به بزرگ سالا که میتونن عکس بگیرن، هم به طفلای عزیز که میتونن اینجا کتک بخورن و بسیار جای مقبول و زیبا درست کرده بودن که طفلکای ما آمدن و اینجا کم بازی کردن، خودمون عکس گرفتیم و واقعا جای زیبا بود. این هم فردای روز بعد است که کابل بسیار قشنگ شده بود و بسیار بارونی بود. من قدم زدن به هوای بارونی بسیار دوست دارم. دقیقا منطقه کارتیسی کابل است که ما موقعیت داریم و من رفتم کم بازار کارتیسی رو هم گشتم، از غذاهای خیابانی هم به شما ویدیو گرفتم و از خود موقعیت کارتیسی و کارتیشا رو خواستم به شما ویدیوی زیبا بگیرم و ببینید که چقدر پیشرفت کرده این منطقه، چقدر زیباست. برعکسی که دوستای ایرانی ما میگن در افغانستان موتورهای خیلی بلند نیست، بسیار موتورهای زیبا، مردم اینجا از موتورهای مدل سال استفاده میکنن و کیفیت زندگی در کابل بسیار بالا رفته، مردم کوشش میکنن در امنیت و آرامش زندگی کنن. همونطور که شما دوستان میبینین و این منطقه کارتیسی و کارتیجار بسیار ساختمان های شیک مجهز، سوپرمارکت های بسیار مجهز و شیک به سیستم خارج کاملا درست شده و داخل ساختمان ها وقتی که شما برین حتی اگه بخواین خرید کنین بسیار سیستم مرکز گرمی فعال داره، لفت داره و تمام ضروریات روزمره از انسان رو میتونه تهیه کنه.
و اکثرا مردمایی که به اینجا میشنن بسیار مردمای خوب، مردمای منظم و پاک هستن و اما فرهنگ شهرنشینی رو بلد هستن به این مناطق. البته کل مردم مبتلا با فرهنگ هستن به نظر به شرایطی که دارن، فقر و بیچارگی و تنگدستی. مثلا مردم افغانستان بسیار مردم خوب و مردم مهربان و مهمان‌نواز هستن و وقتی که آدم کابل میایه بسیار حس قشنگی داشته باشه. بخصوص حالت خدا رو شکر کم آرام‌تر است نسبت به سال قبل. آدم به آرامی میتونه بره قدم بزنه، حتی از طرف شب. ما به خواهرکایم از طرف شب بیرون میگیم و قدم میزنیم و هیچ مشکلی نیست، خدا رو شکر. برعکس سابق که آزار اذیت بسیار به خانم موجود بود، البته از طرف طبقه ذکور حالا کاملا فکر کنیم صفر شده، چون نظام جدید وقتی که آمده مردم بسیار ازشان میترسن و کوشش کردن که مردم به آرامش باشن. انشالله که این نظام جدید کمی سعی تلاش کنه که با دخترای عزیز ما مکتب و پانتونا هم باز شود دیگه، انشالله که مشکل نیست و کشور ما در امنیت باشه. همین به ما کافی است. و اما قسم که شما دوستای گل میبینین، درخت ها سبز شده با کابل و هر روزم بسیار بارانای زیبا میباره اینجا و اون روزم ژاله بارید و متاسفانه ندارم تو ویدیوی از شما بگیرم، چون واقعا ژاله رو دوست دارم، خواستم ازم زن لذت ببرم و ببینم. ولی این فصل واقعا فصلی است که آدم میتونه کابل بگرده، ببینه و زیبایی های کابل ببینه. حال به کابل زیبا و عکس سابق که رنگ تاکسی ها زرد بود، رنگ تمام تاکسی ها آبی شده و اونایی که به خارج هستن شاید اگر آمده باشن نمی‌کنن، همه از تاکسی آبی استفاده میکنن و نظام جدید رنگ تاکسی رو تغییر دادن و کلا سیستم بسیار خوب شده، بهتر شده، پاکتر شده. بعضی جا وقتی برین کمی به حجاب دانگیر میدن، ولی خب به نظر مشکل نیست. انسان باید تابع قانون هر کشور باشه. وقتی که میگن حجاب رعایت کنین، فقط میتونه ببندین مشکل بیان ماسک زیاد گیر نمیدن. من از سر جایا قسم با ماسک ندارم و ماسکم دوست ندارم و فقط میگن که یعنی چادردانه بپوشین، موهایتان معلوم نشه. این هم کوچه ها و سرک های داخل فاتحجار هستن و بسیار زیبا است. من قسمت ها دوست دارم، بخصوص به قدم زدن وقتی کارم کاملا هوا بارونی باشه بیای قدم بزنم نمبر خانواده و عزیز خود، بسیار زیبا است. خب دوستای بی‌نهایت عزیز و مهربان من، امیدوارم که از این ولاگ ما خوش شما آمده باشه و کابل زیبا را بیشتر دیده باشین. لطفا دوستای عزیز بازم میگم چینل ما سابسکرایب کنین، از ما حمایت کنین تا بتونه ویدیوهای بهتر و بیشتر به شما بگذارم. روز و شب شما خوش، خدا نگهدار همه شما عزیزان.